بوق میزنی. رسول الله را به سر گیم پابجی ببیند. سوپرمن نه غربی، هیچ کدومتون هیچ غلطی نمیتونید بکنید. قرار زن زندگی و اینا بدن. سلام عشقای من دانایلم و قراره که خبرهای امروز رو با هم دیگه مرور کنیم. بزن بریم. سفارت روسیه کف تهران داره نیرو جذب میکنه واسه نبرد جبهه‌های باطل علیه اوکراین. سفارت روسیه در تهران برگه‌هایی رو پخش کرده برای جوانان ایرانی بین 18 تا 45 سال. نیروهای نخبه‌شون و نیروهای زبده‌شون بین 1500 تا 2000 دلار به مستشاران نظامی میدن. بیش از 200 میلیون تومان میشه. به اضافه زن و زندگی و پاسپورت روسی. بعد سوپرمنامو داره جذب میکنه ها. اصلا ببین منو سوپرمن. نه غربی، هیچ کدومتون هیچ غلطی نمیتونید بکنید. بیبر تو جیبم. اینا خیلی قویه. اگه اینا رو ببرن اسرائیل به ما حمله کنه که ما میبازیم. سیاست رو میبینیم میخوان خلع سلاحمون کنن. دلار 131,000 تومان بود. ورود کردم به بازار دلار. بعد از خرید من به محدوده 129,000 تومان رسید. بابا صبر کن. قهرمان زمانت را بشناس. روسیه به قهرمان جدید بها نمیده. ببین آموزش نظامی که نه، ولی کال آف دیوتی و اینا بازی کردم، میدونم چطوری باید انمیو شکست بدم. بعد اون قسمتاش هم که قرار زن زندگی و اینا بدن، دمشون گرم. اگه بهم ماشین بدن، من تو جی تی ای بازی کردم دیگه. میری بوق میزنی، بعد خانوما سوار میشن. مثلث رو میزنی، میری سوار ماشین میشی، میری جلو بوق میزنی، بعد خانوما سوار میشن دیگه. یعنی خارج اینطوریه دیگه. بلدم دیگه اینو. اگر رسول الله را به سر گیم پابجی ببیند چقدر گریه میکنه. انگلیس نود فرستادن رو روی گوشی‌های اپل و گوگل میخواد ممنوع کنه. یعنی برای بچه انگلیس از این به بعد میخوان نود بفرستن، باید بیان ایتا نود بفرستن. مثلا دیر سارا سند می نود این ایتا. همون قافیه هم هست. سارا و ایتا. واو چه ویدیویی. داشتم ترامپ خطرناکترین مرد دنیا شده. ترسیدم. فکر نکنم. ملانیا شد خطرناک دوست داره. جورج کلونی گفته من وقتی 60 سالم شده دیگه جلوی دوربین دخترها رو نمیبوسم. آقایون 60 ساله حاضر نیستن گزاره های خارج از دوربین رو کنن. خریت مهر. گفته چون با خانومم بحثم شده گفتم من دیگه جلوی دوربین کسی رو نمیبوسم. من تو را از بین همه خوبان برگزینم. برگزویم. چون خارج از دوربین که دیگه مدرک نداره خانومش. به جای اینکه به فکر توشه آخرتش باشه، به فکر اینه که چطوری خانومش رو ببیچون که دخترا رو 1 دقیقه 1 مینوت. در همین حین امیر لئوناردو دیکاپریو گفته من نمیخوام برم پشت دوربین. دلیلش هم کاملا واضحه، چون جلوی دوربین میتونم هر کاری دلم میخواد بکنم دیگه. من که زن ندارم و دوست دختراشم که فصلی عوض میکنه. یعنی انقدر که ایشون دوست دختر عوض کرده، ما رئیس جمهور عوض نکرد. لیلی کولینز وقتی رسیده پاریس به جز یک کت هیچی برش نبود. بعد اگه نمیدونین لیلی کولینز کیه، همون امیلی این پاریسه. یعنی مردم پاریس هم سرشون تو لباسای لیلی کولینزه. یعنی این فقط تو ایران نیستش که آنلاک نشده، توی فرانسه هم آنلاک نشده هنوز که سرت به کار خودت باشه. به توش زیرش چی پوشیده. الدنگ و با عرض تعفف. این خلاصه اخبار امروز بود. خبرهای بعدی رو مفصل‌تر میذاریم. هوا بارونیه، فیلم خوب ببینید، موسیقی خوب گوش بدین تا حالا هواتون عوض بشه. چیکار کنم که دلار 130 تومنه؟ قهرمانتون رو بشناسین. هر وقت دیدین دلار داره میره بالا، من ورود میکنم که بیاد پایین. اصلا نگران نباشین. مواظب خودتون باشین.